پیوندان و همسایه ها به نزد خانواده رجبوف ها برای اظهار تسلیت می آیند. سیراج‌الدین فرزند این عائله از ترکش تیر کهنه گرانتمیات در مشقگاه پایگاه نظامی 201 روسیه به هلاکت رسید. ساکنان محلی گاه بعد انجام مشق‌های نظامی به این میدان آمده آهن پاره جمع می‌کنند. پدر سیراج‌الدین نور محمد رجبوف نتوانست در مراسم دفن پسرش اشتراک کند. او در مهاجرت در مسکو بود و زمانی به وطن رسید که سیراج‌الدین را الکی دفن کردند. ساعتی نیم تکم 11 به وقت مسکو شدیم. ساعتی 4:20 توجیکستان فرودگاه فرامانید. جنازه گذشت یا؟ جنازه گذشت، من نرساندم. این مرد میگوید پسرش از این پیش برای جمع آوری آهن پاره نمی رفت. فیض محمد عمک سیراج‌الدین میگوید ترکش قوی برادرزادش را پاره کرد. جمع کردیم با یارگی خلق یاردم دادم، جمع کردیم گشتیم. تا زمانی که از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد، پایگاه نظامی 201 روسیه از شرح قضیه خودداری می‌ورزد. اما سؤال مطرح این است که چرا بعد انجام مشق‌ها این میدان پاککاری نشده است؟ در پایگاه نظامی به این پرسش نیز پاسخ نمی‌دهند. تاکنون مرگ ساکنان این محله از تیر نظامیان پایگاه 201 روسیه ثبت نشده است، هرچند هلاکت چاروای مردم زیاد بوده است. ساکنانی که در همسایگی مشقگاه به سر میبرند میترسند که مبادا روز تیر نظامیان نه در حدود میدان بلکه در حوله های آنها میترکد، جایی که معمولا کودکان بازی میکنند، اما فعلا با این همسایگی خطربار کاری کردن نمیتوانند.